بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا المحترم، امروزنگی صحبت خفتلنگی مونده یک چند حدیث خواندن به حرکت میکنم. یکم اسلام میگن که اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستقي. مثلا گفتن که از خدا ترسید، یعنی هر موقعتون دا از خوف خدا باشید و یگان تا کار خیره میدان نشمارید. یعنی مؤمن آدم این ثواب میده، این ثواب کلان گفته جدا نکند، نمیداند که بلکه و انسان پروردگار به میکردگی دعاش به دعای قبول میشد می، یا که بنده نمیداند که وی میده شمردگی کار خیرنده قفاشنده به سبب هوای پروردگار هوای راضی میشد می. برای همین هیچ وقت این عمل سنت باست، عمل مستحب باست، دعا کنی ناز باست گفته پست و نیو هوای چیز امید کرده حیات بوده نکوب دست. حتی اینکه احسان اندم یک دوستم و یک ابجوگش به ابریخته دادن، هوای هم در نزد پروردگار ثواب بدهش فراموش نکوب دست. و انت لقاء اخاك بوجهك اليك مبسطا، یعنی گفتن که بودم ثواب مشاد و انت لقاء اخاك بوجهك، یعنی چشم دوستم و روی دوستم و به چهره تبسم نظر کردنم در نزد پروردگار معروف سام شده است. انت دیگه وقتا قوقم نگفته سر چهره مک شده نازید میگفته موندن، ما همین چیزم حس کردگی انسان با ثواب امیدانگی انسان با همین چیزم ثواب به چهره نوفران نظر کردن دماغ عکسی میده است. ثواب چیز عکس است، گناه می دماغ همین چیزا ما به اعتبار نمونده آمده قبل است. و لباس را به کبر از دراز که کشیدن، از این برسانده گشتن خود احتکان قبل است. همین اندام انسان گناهکار میشده است. و این امرئ شتمك و عیرك بامر ليس هو فيك ولا تعیره بامر هو فيه. یعنی یک انسان مویا مانده نبودگی عیب کتی حقارت کندم، ما و انسان انده بدگی عیب کتی حقارت نکنیم. همون انده همون حال انده شدگی گناه همه شود نسل میشد، ثوابش شما نسل میشد. مویا مانده نبودگی خطا کردی عیب کردگی انسان، ما اگر و انسان با جواب نتیم دیمک همونجا ما بردیم. همون حال انده چقدر گناه صادر شد، غیبت میشد می، تهمت میشد می، ظلم میشد می، دیگه خیل فسق میشد می، جواب نگرداندگی ما هوا انسان قرضاشه مونده میگیرد. تا اینکه همون انسان خدا شروع پارا شده برادر من شما فلان جانده فلان در نزد فلان چها انا میخیل وقتم حقارت کردم منو ببخشید نگوید اگری وی گناه بعد دیگه یگان چیز اشته نمیشد. چون این مابین دو بندنده شهید شودم 70 حج برودم حقی دوستشنگی حقی انساننگی صوب قرض انسانی پشته نمیشد. برای همین در نزد بندش از قرضدار شده موندن حیا کنیم و احتیاج کنیم که هیچ بنده خودش مشکل موندگی حال انده دیگه او نمیکند اون روز حساب بنده. ولا تصبن احدا، چهارمش رسولتن که هیچ وقت هیچ کس را تصبن حقارت نکن گفتن. یعنی کدام انسان زبانش به صاحب شده من از همین روز سر کرده هیچ کس حقارت نمیکنم،
همه چیز با من خدام به انشالله عهد کردم گودو عهدشان استاد انشالله و انسان نکی اگر پیشنگی حقیقت کرده گوشه ازی پرسوشد اول انسان ها روزی توشد دیگری علاج پر نکی همین چیز با ما به اتباشم نکار دویم حدیث ما رسول میگن که اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة رسول میگن که از دوزخ خود را نگه دارتون و چند که با نمت خرمای احسان کردن که باشدم یعنی مؤمن انسان برای از دوزخ آزاد شدن من احسان میکنم گفته یک تا خرما خواهد یک تا لیلک بوین نصف هوای خواهد یک تا باشد نصفش احسان کنه دیگری هوای چیزم مابین همون انسان و مابین پروردگارنده از همون دوزخ تاش پروردگار هوای چیز سبب شکتی نگه می داشته است دومش بینید فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة اگر هوایم نیاوید نمت خرمایم احسان کردن تونه دیگری و ینده کلمه خوشو کردی خداوتانه از دوزخ نگه دارتون گفته پیامبر خدا محمد کسیان یعنی کلمه خوشروی کلمه ناز در جای خودش کار فرمودن هم در نزد پروردگار احسان حساب شده است سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم وصلنا إلى جميع مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم